سلام خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با من. امروز صبح زود پا شدم، یه صبحونه نسبتا خوب خوردم و زود رفتم سمت کارام. اول یه دوش گرفتم، بعدش هم رفتم سراغ آماده کردن میون وعده ها. وقتی میون وعده آماده نداشته باشم گشنم که میشه، ناخودآگاه میرم سمت چیزای آماده و مثلا چیپس و اینا. این شکلی خیلی خوب میشه، میون وعده آماده میکنم و در طول روز استفاده میکنم. دیگه نتیجه نهایی شد این که بازم خوب بود. باقی روزم کار خاصی نکردم و فقط درس خوندم. مرسی از این که این ویدیو رو دیدین و امیدوارم که شما روز خوبی سپری کرده باشین. فعلا.